درکتون میکنم. منم از جنس شما، منم گرفتاریای خودمو دارم، اینجا تظاهر به شادی میکنم. پسته شده کیلو 200,000 تومان. بعد نخ کنی گردن کنی گردنت بندازی. همه میشه خورد. رفیق من میگه مرغ خریدم کیلو 11,000 تومان، زغال کیلو 17,000 تومان، موندم کدومشو بخورم. هم تأثیر داره. افزایش 23% لبنیات شگفت‌انگیز بود. از الان گاو فوش حساب نمیشه، ارزش حساب میشه. مثلا میگن طرف فریخته گاویه، واقعا جون 23% رفت بالا. اگر گاوا جای یونجه دلار هم میخوردن اینقدر نمیشدن. محاسبات تو کش اصلا دلار بالای 10 تومن دیگه ارز نیست، این طول قشنگ. طولش رو چیکار کنه؟ حالا ارزش رو کاری بیاد، این طول قشنگ خیلی اوضاع. برو بالا افسانه جان، ما امشب رو میخوایم ویژه برای شما کار کنیم.